سلام بچه‌ها، چطورید؟ من امیر انوای هستم و خوش اومدید به اولین ویدیوی لانگ من و یه مینی ولاگ. تو این مینی ولاگ قراره خودم معرفی کنم، دوستان که قراره بیان، حالا بهتون میگم چه اتفاقایی قراره بیفته تو این ویدیو. یه مینی ولاگ دیگه، حالا در حد اولین دفعه از من بپذیرید اینو. داخل کانال یوتیوبم فعالیت لایف استایل، فان، هر چی گیرم بیاد میذارم. حالا شما باز نظراتتون رو بگید، حتما بهش احترام میذارم و اجرایش میکنم. الان علی زخیم قرار بیاد، یه مهمون ویژمون که قطعا تو ویدیوهای قبلی میشناسیدش. امیر انوای. این انوای از کجا اومده؟ انوای من بچه‌ها کال آف دیوتی بازی می‌کردیم یه مدت، دیدم همه یه لقبی دارن، من نظرم یه چیزی بده. امیر خالی بود، بعد گذاشتم امیر انوای. همینجوری گشتم انوای پیدا شد. هیچی هم اصلا به اسمم نمیخوره، ولی خوشم اومد از چیزش. انوای خوبه. بعد همین دیگه. حالا تو ادامه ویدیو قراره اتفاقی خفنی بیفته، همراه کنید ما رو. حمایت یادتون نره، لایک، سابسکرایب، کامنت. 1 ساعت ما رو کاشته کنید. آرتیکل روانی. ادامه ویدیو رو ببینید. خب بچه، اونی که داره میاد علی زخیمه، داره نزدیک میشه، قطعا میشناسیدش، خیلی آدم معروفیه. سلام علی زخیم. سلام علیکم. به مینی ولاگ بر یه سلام بکن. سلام به مینی ولاگت. بهشون بگو من گاوم، با ماشین دارم میرم آموزشگاه رانندگی. گاو نی، لامه. میشه منو معرفی کنی بهشون قشنگ؟ من خودم معرفی کردم ولی خوب گفتم یه ذره بیشتر معرفی کنی. معرفی خاص بکنم؟ بگو مثلا من کیم، چه آدمیم، خوبیامو بگو، بدیامو بگو، بذار بشناسم. خوبش اینه بعضی موقع با معرفته، نه بعضی موقع نه، با معرفته، بدیش اینه دزده، خیلی دزده. پدرت دزد میشه دیگه. دزده داداش، کلاهبرداری دزدی نیست. بگو دیگه آقا، بگو راجع به خودت، بگو یه ذره گیم و این چیزا. بعدش اینو میخوای لانگ بگیری یا شورت؟ لانگ میخوای بگیری؟ به به، دو دقیقه قبلش گرفتم. برین لانگ جدید منم ببینین، واسه اون فردایی که به مهدی جهان گیر دادنم حرف زدم. مهدی جهان خیلی آدم خوبیه. من ناموسا آدم خوبه. اصلا یه عجیب غریبه بشه. برو نگاه کن ویدیو. اونایی که مثلا ببین مسخره کردن به روزه، فانش کردن، مسخره کردن، اصلا قراره گوشیو بزنن. گو میخوره کسی. من گوش ولی همه ما رو میشناسن و هر جا میریم به من میگن این کسخلا رو نگاه. من اینکه این تو هیچ مالی نیست. این همه ادعا میکنه فیفا، میخوام امروز پارش کنم. من بیشرف آدمم. نه تو اف سی، نه تو پینگ پونگ، نه تو فوتبال لستی. الان چون ندیدین، شما شاد ندیدین دیگه، حرفا رو داره میزنه. آقا من نتیجهشو وایسا، از این به بعد من هر بازی بکنم ویدیوش میکنم، شورت میکنم، ببینید چقدر حقیر و بدبخته. اف سی 24 رو پس. خب تو اف سی 24 ادعا داری؟ آقا اف سی 24 من فقط نتیجه بازی میذارم، به قرآن مجید بالای 3 تا بهش میزنم. تو چند تا میخوری؟ نه ولی میبرمش. نه امروز میبرمش. اف سی 24 بردمش. من اگه اف سی 24 منو برد دست سر میذارم، چنل تو پاک میکنی. ولی واقعا اف سی 24 به نظر چند میشه اومد. من میگم 2 تا میذاری 6 تا میخوری. What the fuck؟ نه اصلا نه. پس چی؟ پس شاه. خب ولی اف سی 24 میگی نمیتونم ببرم، درسته؟ آقا من اینو میبرم. ببین به قرآن الان رفتیم میریم بازی میکنیم، یه دونه پاورشات. ببین فیفا بازی میدونن چی میگم، یه دونه پاورشات، یه دونه دریبل رول، اصلا دیسی چرت و پرت یاد گرفت. فقط پاسکاری ریده. یه مربع و یه گل. برای پاسکاری فیفا خیلی مهمه. جدی؟ آره خیلی مهمه. اینو پس نی بندازی تو پاور. پس بزن در رو. آره. حالا ادامه ویدیو با ما همراه باشید دیگه. برام. A few moments later. این اف سی 24، این علی زخیم نیست واقعا، در حدم هیچ جوره نیستی. خب و اینکه آره دیگه، حالا آخر بازی نتیجه رو میذارم ببینید بدبخت داره گریه میکنه. بریم شروع کنیم. میگم نیست در حد من. بگو نتیجه رو ببینید، برگاتون برشید. بردم. شما چی باور میکنید؟ دیگه نیستی آرژانتین برای 6 هیچ موقع فیفا عاشقانه. هیچ وقت فیفا بازی نکنید.
پس بهش میگم. آره بهش برگشت این بازی هم داشت. همه چی به من کامبک زن خوبیم. ببین بازیمون تموم شد رفت و برگشت. من حرفی ندارم. میتونید نتیجه رو ببینید. بازی رفت 6 باختم. بازی برگشت کامبک رو زدم. آره کامبک 6 خورد. حس کنم کامبک خوردم. آقا پس بهش میگم. نظری راجع به پس داری؟ پس اگه لباس من این گیمت رو ببوسیم بذاری کنار. آقا پس اگه باختن هر چی امروز گفت من براش می‌خرم. باش. یه PS5 بخریم. تمام. فعلا. آقا ما از گیم نت اومدیم بیرون. همونجا. اون خراب شد. پس که نتونستیم بازی کنیم. میدونست پارش میکنه. حالا به هر دلیلی نشد. من تو استثنا بلد نیستم. ولی نظرم راجع به FC24 و فیفا و اینا عوض شد. واقعا با آشغاله بازی خیلی مزخرفی. آره خشت خورد. حالا اصلا به خاطر این حرفم آنسابم نکنید. کجا میخوای بشینی داداش؟ اصلا ماشینم مولگیه مگه؟ مواد زدم. به من مواد بدهید. من مواد بدهید. یالا. آره. از گل زدم سرگیجه گرفتم. اسم میکنه یه رو هم رفته 20 تا گل خورد. بریم آقا تو مبحث‌های بعدی. من به خاطر بازی قشنگم صابم کنم. جون من صابم کن. بابا بیشتر ببین پینگ پونگ هم سرویسش میکنم. به خاطر این گرما صابم کنم. وایسا. میگه وایسا. چون من خیلی هاتم اسممو گذاشتن هاتم. بریم تو پینگ پونگ هم پارش میکنم. خب دوستان اومدیم ما میز پینگ پونگ با علی زخیم. من قراره ببرم اینو دیگه واقعا اینجا میبرمت. چی میدونم خدا بخواد. این میز پینگ پونگ به نظرت بازی 100 تا است آقا. 2 تا 50 تا میخوایم عوض کنیم زمینا رو. من میزنمت. اگه نزدم تازه اون چالش هم باید مهم نیست. تو داری قبول میکنی داری بازی میکنی. بریم تا نتیجه. هوا ابریه. ما قرار شد ما یه جوری دیگه بازی میکنیم. یعنی کلا نمیدونم 13 تا 12 تا بازی کنیم. یهو 100 تا میگیریم بازی میکنیم. 173 بردن. ببین نیمه اول عالی پیش رفتیم تا 50 تا اول تقریبا مساوی داشتیم پیش میرفتیم. ولی دیگه رسیدیم به بالا که قضیه برعکس شد. ایشون یه چیزی داد دهن ما و یه چیزی داد. یعنی امتیازا رو کردی تو دهن ما یکی. من اصلا هیچ موقع اینطوری بازی نمی‌کنم. یعنی سیف بازی می‌کردم. تو جاتی سیف لا بیبی کون می‌کوندم. خوب می‌زد خوب جام می‌دادم. دیگه امروز باختت پسم بازی کنی پسم می‌بازی. روز باخت من بوده. بریم ان شاءالله پس برسیم. آخر جن خب بچه‌ها امروزمون به صورت خیلی به پایان رسید. پس هم رفتیم. پس دست اول بارسا برداشتم، بایر مونیخ برداشت، بردمش 2-0. آره 2-0 بردمت. بازی برگشته همون بازی رو مساوی کردیم که باز با اختلاف اون اتصال بازی برگشت و اینا من بردم. بعدش رفتیم یه دست من دوباره بارسا برداشتم. این چی برداشت؟ آرژانتین برداشت. برد منو 2-1. بعد یه دست هم همینجوری رو دیدیم وقت داریم میتونیم بازی کنیم 2-2 کردیم. در اصل بخوایم حساب کنیم من بردم. بازی آرژانتین رو 2-1 من بردم. بازی برگشت 2-2 شو کی میبره؟ خب میشه بردامون 1-1. آره دیگه. حس حتی نتونست منو 1-0 ببره اینطوری. اسکول. هوا خوبه نه؟ هوای لبات. نه هوای لبات.